از این پس فوتبالبازان کلوب فوتبال خوجند در مهمانخانه خوجند ستار استقامت میکنند. در طول این مهمانخانه راهبران شرطنامه بستند. در این واقعه دیرکتور اجرایی کلوب فوتبال خوجند شهر خوجند و دیرکتور مهمانخانه خوجند ستار، فوتبالبازان دسته، مخلصان فوتبال و نمایندگان واسطه اخباری عامه اشتراک داشتند. در آغاز راهبران درباره همکاری دو طرفه سخن کردند. گفته شد که از این پس 21 نفر کارمندان و فوتبالبازان کلوب فوتبال خوجند با جای زیست دائمی و 3 محل خوراک رایگان تامین خواهند شد. هم برای مهمانخانه خوجند ستار بهبودی هست، برای که ما از طرف خود از طرف مارکتینگی ما رکلام میکنیم در ورزشگاه، در سامانهای رسمی خود ما، در همه جا، در وقت پرس ریلیز، بازی‌های بین المللی. شرطنامه به مهلت 1 سال به امضا رسید. در این مدت بازیگران و کارمندان کلوب فوتبال شهر خوجند در حجره‌های بهترین مهمانخانه زندگی خواهند کرد. به معلومات نمایندگان کلوب فوتبال در دست بهره گذراندن مشغولیت‌ها و مجلس‌ها تالارها نیز داده می‌شود. حجره‌های استقامتی دارای تمام تجهیزات و لوازمات میباشد. راهبر مهمانخانه خوجند ستار تاکید داشت که بجز از مشغولیت‌ها برای فوتبالبازان، فیلم‌های مستند وابسته به فوتبال نشان داده می‌شود. مهمانخانه خوجند ستار از طرف خود چی می‌دهد؟ پیش از همه خوراکی بامزه، غذانا، جای خوابی تازه آزاده و در اینجا 24 ساعت کامera هست که جوانان یعنی همون فوتبال بازیان رو برای خطاگی کردن و برای راههای حرکت رفتن نمیماند. این بهتری میباشد. پیش از این فوتبال بازان در خانه های اجاره زندگی میکردند و پراکنده بودند. اکنون دسته یک جای بوده امکان زود گذراندن مشغولیت و واخری را به عمل آورد. کلوب فوتبال خوجند شهر خوجند از 25 بازیگر و 10 نفر هیئت مربیان و طبیبان و دیگر کارمندان عبارت میباشد. از این تعداد 21 نفرشان در مهمانخانه جایگیر کرده میشوند. در بینشان 18 نفر فوتبالباز و 3 نفر مربیان میباشد. فوتبالبازانی که در حدود شهر زندگی میکنند میتوانند در خانه های استقامتی خود اقامت کنند، اما برای آماده شدن به بازی ها 2 روز پیش جمع میشوند که در فوتبال نیز کرانتین میگویند. فوتبالبازان از این پس جایزه دائمی و با شرایط خوب و زمانوی صاحب شدند. نمایندگان هر دو جانب امید دارند که دسته فوتبالبازان کلوب فوتبال خوجند سال جاری چمپیون می شود.